سلام علیکم هموطنان عزیز و ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک نامگوی خبرهایی که پیشکش شما می‌گردد. جریمه 100 سامانی و گاوی که پیشوا شکار کرد. جزئیات سفر امام علی الرحمن به مومن آباد. مهاجرت از بهشت روی زمین. تعداد رو به مهاجرت آوردگانی از تاجیکستان دوباره افزوده است. کشور روسیه در قرقیزستان 5 نیروگاه برق آبی می سازد، اما به شرط. رئیس جمهور تاجیکستان امروز در ناحیه مومن آباد قرار دارد. تا حال او میدانچه ورزشی، بنای دادستانی و مرکز بیماری های دل را به استفاده داده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور خبر می دهد که ساکنان او را با صمیمیت بی اندازه و شکرگزاری کامل از وحدت و ثبات سراسری پذیرایی کردند. چگونه ساکنان به این پذیرایی آماده شدند؟ انیخترش آنها را آماده کردند و چی بلای بسری مردم سفر رئیس جمهور آورد؟ کاربران به رادیوی پیام خبر دادند. برای آنکه امام علی الرحمن طبق نوشته دفتر مطبوعاتیش با مقصد شناسایی با وضع زیست و زندگانی ساکنان اشتراک در تنتنه‌های ادانه به افتخار سالگرد 28 استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و جهت افتتاح یک قطار انشاءات مدنی معیشی به ناحیه مومن آباد ولایت ختلان تشریف آورد، 1 ماه مردم ناحیه آرامش را از دست داده بود. برای تامین بیخطری سفر رئیس جمهور 1 ماه قبل سربازان به این ناحیه فرستاده شده بودند. از رسیدن سربازان و افسران 2 روز نگذشته در مسجد ناحیه اعلان کردند که سربازان گرسنه اند و باید تا گذشتن سفر پیشوا از حساب مردم ناحیه خوراکشان تامین کرده شوند. طبق اطلاع منبع پیام، به بهانه تامین سربازان به خوراک چند منصبدار ناحیه ذخیره 2 ساله خوراکوارشان را نیز جمع کردند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش می‌دهد که در فرودگاه موقتی ساکنان سرشمار، نمایندگان کسب و کار گوناگون و جوانان سعادتمند و وحدت سرای ناحیه مومن آباد پیشوای ملت محترم امام علی الرحمن را با صمیمیت بی اندازه و شکرگزاری کامل از وحدت و ثبات سراسری پذیرایی کردند. ولی این جوانان سعادتمند و وحدت سرا نه تنها 1 ماه برای پیشواز پیشوا زیر آفتاب سوزان مشرف کردند، بلکه قسمت با صرف مبلغ خود و قسمت پیاده خود را به فرودگاه رسانیده اند. پرچم‌های هم که آنها الوانچ می‌دهند اجباراً از حساب خودشان خریده شده است. حتی دانشجویان مکاتب عالی شهر کولاب تا مومن آباد با مبلغ خود رفتند. یک دانشجو به پیام گفت به چند نفری که نزد رهبریت فاکولته رفته گفتند برای رفتن تا مومن آباد پول ندارند، تهدید اخراج از دانشگاه کردند. آنهایی که در مومن آباد خویش و تبار دارند در خانه‌های خویش و تبارشان شب را روز کردند، اما ما مجبور شدیم ساعت 4 صبح تاکسی کرایه کرده به آنجا رسیم. به همه مکتب‌های ناحیه سپاری شده است خوانندگانشان را به پیشوازی رئیس جمهور آورند. رسیدن به مرکز ناحیه هم از حساب خود خوانندگان است. بعضی دهه‌ها از مرکز 30-35 کیلومتر فاصله دارند. یک شنونده رادیو پیام نوشته است او 4 فرزند مکتب خوان دارد که باید برای تا مرکز ناحیه رفتن و برگشتن آنها 70 سامانی مصرف کند. در مکتب گفتند هر کس به پیشواز پیشوا نمی رود 100 سامانی جریمه می شود. همچنین طبق اطلاع یک منبع دیگری پیام از مردم دهات اطراف برای پیشواز رئیس جمهور قیماق و پنیر و نان جمع آوری کردند. سفر امام علی الرحمن به مومن آباد همیشه شکار کبک و آهو را در پی دارد. ضمن هر سفر او مسئولین آهو بره و کبک های قبلا آماده شده را در کوه و دره ها رها می کنند تا رئیس جمهور آنها را شکار کند. ماه اکتبر سال 2012 ضمن سفرش به جماعت 40 دختران ناحیه مومن آباد، پیشوا که در حالت مستی در کوه سیر و گشت می کرد چشمش به گاو می رسد و آن را می پراند. شاید فکر آهو کرده باشد.
این گاو به استقامت کننده دهه 40 دختران حسنوف شادی تعلق داشت. در بساطش همگی یک گاو داشت. مسئولین به صاحب گاو وعده دادند که پول گاو را پرداخت میکنند، ولی با گذشت 7 سال آن بیچاره پولش را نگرفته است. همین گونه حالات در شهر کولاب نیز به پیشوازی رئیس جمهور آمادگی میبینند. یک ساکن شهر کولاب با نام بازارعلی اشرف بر رادیوی آزادی اظهار نگرانی کرده آمادگی به پیشوازی رئیس جمهور را پکازوخ نامید. جشن تنتنه رو ما چی سو میکنیم؟ اینو یک به روسی میشن خیمرش این پکازوخ همیشه برای که خلق ما جمعیت اساس کمبغلو کمیزاتو مثال نداریم. یک تا تنگین ما از پول بخشمونده گویی که داشتیم همین دو گو یک تا ماشین تنگین مسافرکش گرفتیم برای ما مسافرکشی همین زندگی را پیش بردیم. نه که با این خیلی ما آینده با کجا میریم نمیدونیم. گوشتمون نمیبینیم. من قسم میخورم گوشت نمیبینیم مشکلی. اگر یگان مهمان فوق العاده بیاید به خاطر مهمان ممکنه قرض قبول کنه خیلی چیزا دیگه نمیبینیم. وزارت در همین شرایط ما بی‌عدالتی نسبت دهقان زیادتر چیزی است. از حساب همین زمین خوجگی دهقانیمون 6 فرزند خودمون و 5 تا یتیم کل رو به وای رسوندیم. لیکن متاسفانه روبروی همین بالا مقام به هر رو واسطه رو استفاده بردن زمینای ما رو غیر قانونی از آن خود کردند. بعد سخت‌تر شدن قاعده‌های بود و باش در روسیه و بحران اقتصادی در این کشور چند مدت مهاجرت مهنتی از تاجیکستان به روسیه کاهش یافته بود. اما بنا به گزارش آمار خدمات سرحدبانی و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه امروزها دوباره رو به افزایش نهاده است. از ماه ژانویه تا به ایول سال جاری طبق گزارش نظارت و پیشبینی اولیه در تاجیکستان با استناد به خدمات سرحدبانی و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان بیشتر از 357,000 ساکنان این کشور به مهاجرت کاری رفتند. گفته می شود این رقم حدود 27% بیشتر از همین دوره سال گذشته بوده است. ماه ایول سال جاری کشور را 57,000 نفر با هدف جستجوی کار ترک کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 26,700 بیشتر است. گفتنی است سال گذشته مهاجرت مهنتی از تاجیکستان 10% کاهش یافته بود. در همین حال رسانه‌های روسی با استناد به خدمات سرحدبانی روسیه گزارش می‌دهند که در نیم ساله اول سال جاری به روسیه 524,000 نفر برای دریافت کار وارد شده‌اند. در حال حاضر در روسیه طبق اطلاع گوناگون از 1 تا 2 میلیون شهروندان تاجیکستان به سر میبرند. روسیه آمادگی کامل خود را برای ساختمان 5 نیروگاه برق آبی در قرقیزستان اعلام کرد. این و چند خبرهای دیگر را در گزارش همکارانمان بشنوید. در تاجیکستان تولید نفت و افزایش واردات محصولات نفتی به کشور کاهش یافته است. در این باره وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان خبر داد در تاجیکستان در 7 ماه سال جاری حدود 13,200 تن نفت تولید شده که این در مقایسه با دور مشابه سال گذشته 4.2% کم می باشد. طبق منبع تاجیکستان در این مدت نزدیک به 248,000 تن بنزین و 7,000 تن مواد سوخت دیزلی تولید کرده است. بنا به گزارش در 7 ماه سال جاری با تاجیکستان بیش از 273,000 تن مواد نفتی با ارزش حدود 113 میلیون دلار وارد گردیده است. نرخ میانه هر یک تن مواد نفتی وارداتی 414.2 دلار برابر با زیادتر از 4,000 سومانی ارزیابی شده است. واردات مواد نفتی در مقایسه با دور مشابه سال گذشته 12,900 تن افزایش یافته است. روسیه تامین کننده اصلی تاجیکستان با مواد نفتی می باشد. اینچنین ترکمنستان، قزاقستان و دیگر کشورها نیز به کشورمان مواد نفتی وارد می کنند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اطلاع داد که فعلا برای رشد ساحه انرژتیک تطبیق 12 لایحه دولتی سرمایه گذاری با مبلغ عمومی 16 میلیارد سومانی ادامه دارد.
رئیس جمهور تاجیکستان دیروز ضمن سخنرانی در نیروگاه برقی آب روغن اظهار داشت که در دایره این لایحه‌های سرمایه‌گذاری تا به امروز 7 میلیارد و 600 میلیون سومانی از خود گردیده است. امامعلی رحمان توضیح داد که در برابر بنیاد انشاءات نو انرژتیکی، تجدید و برقرارسازی نیروگاه‌های عمل کننده نیز با سرعت پیشرفت ایستاده است. رئیس جمهور تاکید نمود که رشد ساحه انرژتیک و ترقیات منظم اقتصادی تاجیکستان خصوصا در سمت تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور نقش کلیدی می‌بازد. در همین حال با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و هر سال بالا بردن قیمت برق، شرکت مونوپولیستی این ساحه برق تاجیک با بطلاق بیشتر قرض‌ها فرو می‌رود. تا امروز قرض این شرکت از مرز 25 میلیارد سومانی یا 2.5 میلیارد دلار عبور کرده است. امامعلی رحمان اظهار باوری نمود که در آینده نزدیک تاجیکستان به دولت پیشرفته مبدل خواهد شد. مقامات روسیه با اشاره به برنامه‌های این کشور در قرقیزستان از آمادگی کامل برای ساختمان 5 نیروگاه برق آبی در این کشور خبر داد. سرگئی پریخودکا معاون رئیس دستگاه اجرایی حکومت روسیه با اشاره به لایحه‌های این کشور در قرقیزستان اظهار داشت. مسکو همچنین علاقه‌مند به ساختمان 5 نیروگاه برق آبی در این کشور است، اما برای اجرای این برنامه‌ها مقامات قرقیزستان باید چند قانون را رعایت کند. طبر خبرگزاری ریا نووستی خبر داده است. سرگئی پریخودکا تاکید نموده است که اگر مقامات قرقیزستان خزینه‌های شرکت روسگید را با ارزش 37 میلیون دلار پرداخت کند و مبلغ لایحه‌ها بین دو کشور تقسیم شود، روسیه آماده ساختن نیروگاه آبی خواهد بود. اینچنین با گفته مقامدار روس مسئله ساختمان نیروگاه قنبروته نیز بررسی شده بود. شرکت اینترراو در صورتی از نگاه اقتصادی ثمرناک بودن لایحه آماده است ساختمان نیروگاه قنبروته را راه اندازی نماید. یادرس می‌شویم که توافقنامه ساختمان نیروگاه‌های خرد و بزرگ میان روسیه و قرقیزستان در سال 2012 تصویب شد. партофти амирбек ҷурабоев ба канори майдон ирсоли ту ба ҷаримагоҳи дастаи моғолистон гол! دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات گروهی برای دریافت راه‌خط به قهرمانی جهان تیم مغولستان را با حساب 1-0 شکست داد. بازی در اولانباتر جریان داشت و مغول‌ها صاحب میدان بودند. گل یگانه را در دقیقه 81 دورانجان ارگاشف با ضربه سر به دروازه حریف وارد کرد. این بود شرح خبرها تا اینجا. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نت پیگیری نمایید. همچنین همه روزه چند برنامه‌های دلنشینی که در رادیوی پیام صدا می‌دهند امیدواریم پسند شما می‌گردد. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می‌شود. خیلی زیاد هموطنان الکی با ما در تماس هستند و معلومات‌های زیاده به ما رسیده است. و تمامی نفرانی که نابسته از همه مشکل‌ها به ما معلومات می‌فرستند اظهار تشکر و منتداری می‌کنیم. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. اینچنین ماندن یک معقول فراموش نشود. در پناه الله بمانید. خیر تا هفته دیگر.